در کارزاری راغون با عزم اراده استوار و شکست‌ناپذیر بنیادگران این انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی مملکت و با دستگیری و توجه به واسطه بنیادگذاری این کاخ بزرگ نور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامه رحمان در راه تحکیم استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان قدم‌های استوار گذاشته می شود. ساختمانچیان و مهندسان، کفشرگران و مکانیزاتوران و دیگر کارمندان مهندسی و تکنیکی در مجموع کلی کارمندان نیروگاه برق آبی راغون که شمارهشان به بیش از 22000 میرسد امروز سرگرم کار بوده. هر یک عمل و کاری بزیمه گذاشته را با امید به آینده نیک و درخشان وطن انجام میدهند تا برای به استفاده دهی اگریگات‌های دیگر نیروگاه در مهلت‌های معین شده زمینه موافق فراهم آورند. ما ساختمانچیان در این انشاءات بزرگ گیدروانرژتیکی مملکت با افتخار بلند کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم. کوشش میکنیم که هر یک کاری که ما در قیده‌های کاری نیروگاه برقی آبی راغون به انجام میرسانیم با مطابق طلبات باشد و با صفت بلند به انجام برسانیم. امروز در این کارزار ننگ و ناموس وطنداری نزدیک 4000 تکنیک و مکانیزم گوناگون تمغه سفربر کرده شده است. کارها در تالار ماشین ها که انشاءات اساسی نیروگاه به شمار می رود طبق نقشه و در اساس لایحه با مرام ادامه دارند. بتون خوابانی در قسمت اگریگاتی رقم 5 پورا به انجام رسیده است. روپوش متالی شخت توربین به بالای استاتر توربین گذاشته شد و کارهای کفشرگری آرماتوربندی و بتون خوابانی در اطراف آن انجام یافته است. این زمان در منطقه اگریگات پنجم قرار داریم در ترازی 974 و 600 یعنی فرش تالار ماشین ها و چقدر شما میبینید قسمت گیدراتوربین وصل نصب تجهیزات های توربین با پررنگی اتمام یافته است. کارهای تنظیمگری مکانیزم های تنظیم کننده حرکت آب رفته ایستاده است. از قسم گنراتور باشد استاتر گنراتور و روتر گنراتور در جای لایحه‌ایشان وصل نصب شدند و این زمان جفتکنی نورد توربین با روتر گنراتور رفته ایستاده است و کارهای باقی مانده باشد در میدانچه وصلگری بالاپوش گنراتور با پررنگی آماده وصل نصب می باشد و در روزهای نزدیک وصل نصب کرده می شود. باقی مانده کارهایی که در اینجا رفته ایستادند کارهای تنظیم کنی وصل نصب کابل ها، ناخیل ها و دیگر سیستم هایی که برای اداره کنی گنراتور ضرورند رفته ایستادند و اینها هم باشند با مقدار 90% اجرا گردیدند. در اگریگات رقم 4 نیز کارهای آرماتوربندی و بتون خوابانی در اساس نظام تصدیق شده رفته ایستاده است. در اینجا متخصصان از تمام گوشه و کنار مملکت به هم اتفاق شده کارها را با صفت انجام میدهند. حالا ما در منطقه گیدروانرژتیک 4 قرار داریم. کارهای ساختمانی، کارهای آرماتوربندی، بتون خوابانی در دور یکم ساختمان به انجام رسید ایستاده است. حالا 90% کارهای ساختمانی اجرا شده است. از همه منطقه های تاجیکستان کارگران کار میکنند، چه از درخشان چه از بدخشان همه کارگران دوستانه کار میکنند. کار در دو بست تشکیل کرده شده است. این زمان دو قیده بتونگیری مانده است که مرحله یکم کارهای ساختمانی به انجام رسد و منتج کامر اسپیرالی آغاز گردد. خبر زانورد آبجوبنده اگریگات رقم 5 پورا آماده می باشد. یعنی کارهای ساختمانی در این انشاءات پورا به انجام رسیده است. در خبر زانورد آبجوبنده اگریگات رقم 4 وصل و نصب مارکه های آهن فلزی در سطح 932 اجرا شده ایستاده است. در نیروگاه برقی آبی راغون مدت 4 سال است که کار و فعالیت کرده ایستادم. ما عین زمان در خبر آبجوبنده 4 اگریگات با وصل و نصب آهن فلزات مشغول هستیم. کوشش کرده ایستادیم که به صفت کارها اهمیت دهیم تا که این شد به طلبات جوابگو ساخته شود. تا امروز زیاده از 70% چنین کارها در این قبر انجام داده شده‌اند. در این برابر کارهای بتون خوابانی نیز ادامه دارند. پیوستشوی قبر زانورد آبجوبنده اگریگاتی رقم 4 از جانب چپ و راست در فاصله 40 متر باقی مانده است. ما در نقل کارهای سیمنتاسیونی
مستحکم کننده رو و پر کننده رو اجرا کرده ایستاده ایم. در نقب ساختمانی رقم 4 باشد تا امروز کارهای کوهکنی تا فاصله 512 متر اجرا گردیدند. در درآمدگاه نقب و دیوار حمایوی آن از آغاز تا به امروز 8349 متر مکعب بتون خوابانده شده است. حجم بتون خوابانده شده در ماهی حساباتی باشد به 637 متر مکعب برابر می باشد. کارهای زمینی، حفاره و ارماتوربندی در این نقب ساختمانی همان ادامه دارند. آن زمان در نقب مذکور در قسمت‌های درآمدگاه نقد در پیکت 0+99 تا 0+19 کارهای بتون خوابانی قسمت دیوارهای سمت راست و چپ و در پیکت 2+15 تا 2+27 خوابانیدن بتون کنسترکتیو قسمت کف رفته ایستاده است. در قسمت‌های علاهیده نقد در پیکت‌های 3+86 تا 4+38 خوابانیدن بتون یاری دهنده با پای ارکا قسمت چهارم و پنجم اجرا گشته ایستاده است. در قسمت سینه‌کار باشد کارهای کوهکنی، خاکبرداری، مستحکم کنی موقتی اجرا گشته ایستاده است. در این قسمت کارها به طرف شبانه‌روزی اجرا گردیده زیاده از 100 ماشین مکانیزم‌های گوناگون تقمه فعالیت نموده ایستاده‌اند. خواباندن بتون کنسترکتیوی در چند قسمت از جمله در کف نقب رفته ایستاده است. شرکت‌های وطنی و خارجی امروز کارهای خواباندن بتون یاری دهنده با پای ارک‌ها یعنی مستحکم کنی موقتی تا سطح لایحه‌ای را در قسمت کف ادامه می‌دهند. در برآمدگاه نقب ساختمانی رقم 3 شرکت‌های وطنی و خارجی کارهای خواباندن بتون کنسترکتیوی را در قسمت دیوارها با سرعت ادامه می‌دهند. در دیوار آخری موج‌شکن کارها پورا به انجام رسانیده شده. در دیوارهای سمت راست و چپ کار در سطحی از 965 متر بالا جریان می‌گیرد. در قسمت کف انشاءات موج‌شکن ساختمان مانعه‌های صنعی موج‌شکن با استفاده از آهن فلزات رفته ایستاده است. در قسمت پشت دیوارهای دو پهلو نیز کارهای خواباندن بتون پرکننده اجرا می شوند. در مجموع در این انشاءات کارهای زمینی در حجم 2,363,679 از 144 متر مکعب اجرا شدند. مساحت عمومی کارهای بتون پوشی 106,461 متر مربع را تشکیل می دهد. در این انشاءات اینچنین مستحکم کنی سطح مایلی دیوارهای برآمدگاه با بتون در سطح 1018 تا 1036 متر اجرا گشته ایستاده است. کارهای مستحکم کنی نیشابی‌ها و گذاشتن انکرهای پنیه 53882 متر طولانی، انکرهای اژگه 59916 و سمنتاسیون مستحکم کننده برابر به 64109 متر طولانی به اجرا رسانیده شده است. در انشاءات نیروی برقی آبی راغون شرکت ما با کارهای بتونگیری و کارهای سمنتاسیونی و پرماکنی دریناژی با این کارا مشغول هستیم. این زمان شرکت ما در 7 قطعه نیروی برقی آبی راغون کار را به انجام رسانیده ایستاده است. در شرکت ما متخصصان دارای بلند اختصاص فعالیت کرده ایستادند. برای انجام کارها تکنیک و مکانیزم‌های ضروری سفربر کرده شدند. در درگاه نیرگاه باشد کارهای تازه‌کنی سطح زیر دریا با استفاده از تکنیک و مکانیزم پرقدرت به توقف جریان دارد. مجموعاً در همه قطعه‌های ساختمانی نیرگاه برق آبی راغون کارها با مرام و سطح و صفت بلند اجرا می‌شوند. تمام کارها تحت نظارت قطعی قرار داشته به رفت ساختمان از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان اهمیت مخصوص ظاهر کرده می‌شود.